سلام بر شما، به افغانستان پلاس خوش آمدید. من زربینه محمدی هستم. طالبان تاجک تبار در بدخشان خلسلا شدند. نیروهای ویژه طالبان روز جمعه در ولسوالی نوسی بدخشان طالبان بدخشانی را خلسلا کردند. در ویدیوهای ارسال شده دیده می شود که طالبان مقدار زیاد سلاح و مهمات نیروهای محلی را در این ولایت ضبط کردند. صفحات تبلیغاتی استخبارات طالبان میگوید که سلاح و مهمات ضبط شده شامل سلاح‌های سبک و سنگین، هزاران میل کلاشینکوف و تجهیزات نظامی هست. 4 روز پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، خلسلای نیروهای وابسته به او در دروازها هنوز هم ادامه دارد. برخی‌ها باور بر این دارند که این خلسلای طالبان تاجک تبار در بدخشان جریقه تازه‌ای بر آغاز جنگ‌های گسترده‌تر و شدید در این ولایت خواهد بود که در حال حاضر طالبان دست زدند به این و هنوز هم از سرنوشت این فرمانده ناراضیشان خبر در دست نیست. پیکر حسیب پنشری همراه با 2 تن از همسنگرانش هنوز به خانواده‌هایشان تسلیم نشده است. منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان میگن که در کنار حسیب پنشری، رومل پنشری و عتیق پنشری نیز از همسنگران این فرمانده جبهه مقاومت ملی توسط طالبان کشته شدند. به گفته منابع هنوز پیکرهای این 3 تن از جنگجویان جبهه مقاومت ملی به خانواده‌هایشان تسلیم نشدند. حسیب پنشری، رومن پنشری و همچنان عتیق پنشری، اینا همهشان در حکومت پیشین در بخش‌های مختلف امنیتی کار کردند. هنوز در حال حاضر جبهه مقاومت ملی در مورد این پیکرها چیزی نگفته است، اما ویدیوهایی که پیش از این هم به نشر رسیده است توهین و تحقیر صورت گرفته از طرف طالبان و برخوردهای بسیار تحقیرآمیز با این پیکرها صورت گرفته، به ویژه با پیکر حسیب پنشری که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان رهبران داشته و خشم یک تعداد زیادی از مردم را برانگیخته است. دیده شود که طالبان چه زمانی آماده خواهند شد که پیکر حسیب پنشری را همراه با 2 تن از همراهانش به خانواده‌هایشان بفرستند و ارسال بکنند و همچنان سپرده شود به خانواده‌هاشان تا بتوانند که مراسم خاکسپاری این عزیزانشان را انجام بدهند. کشته شدن و جان باختن حسیب پنشری آنچنانی که گفته میشد یک ضربه جدی به جبهه مقاومت ملی وارد کرده است، اما این جبهه تاکید میکند که انتقام حسیب پنشری را از طالبان خواهد گرفت. حسیب پنشری یکی از فرماندهان مشهور جبهه مقاومت ملی بود که برای 5 سال متوالی همچنان در کوههای هندوکش باقی ماند و هیچگاه از افغانستان در طول این 5 سال بیرون نشده بود. جبهه متحده افغانستان از اجرای یک عملیات دیگر علیه مواضع طالبان در قندهار خبر داده است. حمله‌ای که به گفته این جبهه منجر به کشته شدن 2 عضو طالبان شده است. جبهه متحده افغانستان بر رهبری سمیع سادات در خبرنامه میگوید که این عملیات روز جمعه در مربوطات حوزه 6 امنیتی قندهار صورت گرفته است. این جبهه روز گذشته نیز با انتشار ویدیویی از کشته شدن یک عضو استخبارات طالبان در همین حوزه امنیتی در شهر قندهار خبر داده بود. مقام‌های محلی طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. از سوی دیگر جبهه آزادی از حمله بر طالبان در ولایت بغلان خبر می‌دهد. این جبهه میگوید که نیروهای این جبهه بر افراد گزمی طالبان در مربوطات ولسوالی بنوی اندراب بغلان حمله کردند که در نتیجه این حمله 3 طالب کشته و زخمی شدند. هنوز طالبان در مورد این رویدادها چیزی نگفتند. اسماعیل خان رهبر جهادی در واکنش به جان باختن حسیب پنشری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی میگوید که پس از سقوط حکومت در 5 سال گذشته در کوهپایه‌های شمال افغانستان علیه طالبان ایستادگی و مقاومت کرد. اسماعیل خان می‌افزاید که سنگر حسیب پنشری خالی نخواهد ماند. همچنان که جبهه مقاومت ملی بر انتقامگیری از طالبان تاکید کرده است، اما معلوم نیست که چه زمان این کار را انجام خواهد داد و از کجا جبهه مقاومت آغاز خواهد کرد. چیزی است که باید منتظر بمانیم. برای گزارشات بیشتر همچنان افغانستان پلاس را دنبال بکنید.